салом бирандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии барномаи ахбори озодӣ ки шуморо бо тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунад. Имрӯз 9 апрел аст ва нахуст сархати чанде аз мавзӯъҳои барнома. тақсими дорои маҳви кирми рӯдавомеда дар байни хонандагони тоҷикистон баҳсбарангез гардид. Вазорати тандурустӣ шарҳ дод. аслан албендазол худаш дар бозори дохилӣ ҳаст, бо номҳои гуногун ҳаст, худи албендазол ҳаст, мебендазол ҳаст. дар ҳамлаҳои Исроил ба Лубнон садҳо нафар кушта шуданд. Эрон аз риоят нагардидани оташбас сухан гуфт ва хост ҳамлаҳо қатъ гарданд. ва мардум дар Исфара ихтиёрӣ барои ободонии хайрия ҷамъ оварданд ва ё дастур аз боло буд ва ночор ба қутиҳо пул рехтанд. ساکنان محله و بیناها هم مجبورند که پول جمع آورند چون که یک روز کارشان به رئیس محله و یا بینا می افتد که سندی از او بگیرند. اسرائیل روز چهارشنبه 8 اپریل با حمله‌های سخت به لبنان صدها نفر را کشت. حمله‌ها در حال صورت گرفتند که آتشبسی آسیب‌پذیر بین ایالات متحده و ایران به اجرا درآمد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم شما می‌کند. در حمله‌های اسرائیل که از سخت‌ترین ها نام برده شد، با گفته مقامات لبنان بیش از 250 نفر کشته شدند. اکثریت ساکنان بیروت پایتخت کشور بودند. ساکنان گفتند که بعضی از حمله‌ها بدون آگاهی مردم برای ترک محل زیستشان صورت گرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش می‌تواند حمله‌ها را به ایران نیز از سر بگیرد. ما هدف‌های بیشتری داریم که باید به آنها برسیم و ما به آنها یا توسط سازش و یا با از سر گرفتن جنگ نائل خواهیم شد. ما آماده ایم که هر لحظه ضروری به جنگ برگردیم. انگشت ما روی اسلحه است. شدت گرفتن وضع در حالی است که آتشبسی 2 هفته‌ای میان ایالات متحده و ایران اعتبار پیدا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلان آتشبس گفت انتظار می‌رود مذاکرات دو طرف روز شنبه آغاز شود. ایران گفت اسرائیل با حمله‌ها در لبنان آتشبس را نقض کرده است. تهران اظهار داشت که در چنین شرایط مذاکرات با واشنگتن بی‌منطق است. اسرائیل و واشنگتن میگویند که توافق آتشبس لبنان را در بر نمیگرفت. جیمز دیوید وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا که هیئت کشورش را در مذاکرات رهبری خواهد کرد گفت که به نظر میرسد تهران شرط‌های آمریکا را نادرست فهمیده است. به اندیشه من ایرانی ها گمان کردند که آتشبس لبنان را نیز در بر میگیرد، ولی این طور نیست. ما چنین وعده ندادیم و هیچ اشاره نکردیم که چنین خواهد بود. شبهه ها نسبت به توافق روز پنجشنبه در بازارهای جهانی ظاهر شد و نرخ نفت باز بالا رفت. گلوگاه هرمز برای کشتی‌های بدون اجازه‌نامه بسته ماند و شرکت‌های بارکشی می‌گویند که پیش از حرکت کشتی‌هایشان باید مطمئن باشند. هم آمریکا و هم ایران پس از 5 هفته جنگ اعلان پیروزی کردند، اما اختلافات اصلی آنها حل نشده باقی می‌ماند و باعث شبهه در مورد پایداری سازش است. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. وزارت تندرستی تاجیکستان با پخش واکنش رسمی آوازه‌ها درباره بیمار شدن یک خواننده مکتب را بعد خوردن داروی ضد کرم رد کرد. روز 8 اپریل در شبکه‌های اجتماعی نواری پخش شد که در آن والدین یک خواننده میگویند احوال فرزندشان بعد استعمال یک دارو در مکتب بد شد. پس از نشر این نوار برخی والدین طلب کردند که بدون اجازه آنها نباید به فرزندانشان دارو بدهند. ادامه موضوع در گزارش ملارجب یوسفی و شهلای عبدالله. پخش این نوار بعضی از پدر و مادران را در تاجیکستان به تشویش آورد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، ویدیو 6 اپریل در ناحیه همدانی ولایت ختلان ثبت شده است. دیده می شود که نورس از درد شکم شکایت کرده از مادرش یاری می پرسد. والدان نورس در نوار می گویند که فرزندشان بعد از خوردن داروی در مکتب به این احوال گرفتار شد. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که نورس 11 ساله و خواننده مکتب رقم 22 در ناحیه همدانی است. یک مسئول مکتب به رادیوی آزادی گفت احوال خواننده بعد از خوردن داروی البندازول که برای نابود کردن کرم روده است بد شد. او و چند خواننده دیگر از دل بی‌حضوری و سرچرخی شکایت کردند. به گفته همصحبت ما یکی از آنها به بیمارخانه برده شده. بعد از پخش شدن نوار مقامات کارهای داخلی و دادستانی به تحقیق حادثه سر کردند.
وزارت تندرستی تاجیکستان خبرها را درباره بد شدن وضع سلامتی خواننده‌ها پس از خوردن داروی ضد کرم روده رد می‌کند. در وزارت گفتند که هر سال برای پیشگیری و نابود کردن کرم روده به خوانندگان دارو می‌دهند. دارویی که مثال به ما بیگانه است، البته وقت طلب میکند که او از تمام نمود تشخیص ها گذرد و ما از آن دست میکشیم یک باره. بنابراین داروی شناخته را میگیریم که علاقه در تاجیکستان استفاده شده است، یعنی سالهای پیشین و نتیجه خوب هم داده است. اصلا البندازول خودش در بازار داخلی هست. طبق معلومات از منابع باز، البندازول برای محو کرم روده پیش بینی شده است. این دارو برای نورسان از 17 تا 14 ساله پیش بینی شده، می تواند در برخی ها باعث به دلبهوزوری، درد سر یا سرچرخی شود. در وزارت تندرستی گفتند که به پزشکان چند قاعده اساسی را فهمانیدند. ما از کارمندان مؤسسه طب با دستور عمل ها شناس می شوند که در کدام وقت باید بدهند، یعنی کودک آیا غذا خورده باشد یا نه. این یک مسئله. دوم، یعنی که اگر سحر باشد، خب نصف روزی باشدم تاکید میکنن، یک روز پیش تاکید میکنن که فردا دوره دارو تقسیم کنی است، البته دلی نهار نآید، یعنی که یک چی باید بخورن پیش از استعمال دارو. ساکنان در خیابان‌های شهر دوشنبه درباره اقدام وزارت تندرستی نظر یکسان ندارند. خیر اگر لازم ببینن دکترا ما راضی هستیم. برای چی؟ Честно говоря, всегда советуюсь со своими педиатрами. من راستی همیشه با دکتری اطفال مشورت میکنم، زیرا هرچی شدنش ممکن، علل خصوص در مسئله سلامتی. استعمال کرد. شما خبردار بودید شما یا پدر و مادرش مدام خیلی گفت که دادن وای کردن خبردارن. یگان حالتش دیگه شد یا دیگه نشده، یک خیلی وای شده، اشکندر شده، کروش همین خواه شده، لیکن نقص پریناست کرد. در تاجیکستان نورسان از لحظه تولد تا 18 سالگی با واکسین‌های گوناگون ام کرده می‌شوند، اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که در پی امکانی یا دادن دارو به نورسان چنین سر و صدا به میان آید. برنامه را ادامه می‌دهیم. هم در صحیفه‌های مربوط به مقامات و ساکنان شهر اصفهان در ولایت سوخت یکمون می‌شود که معرکه جمع‌آوری مبلغ از سوی ساکنان تبلیغ می‌گردد. مقامات شهر اصرار می‌ورزند که این معرکه اختیاری است و پول‌های جمع شده برای آبادانی خرج می‌شوند. هرچند ساکنان به این شبهه دارند. گذشته از این به گفته آنها چنین معرکه‌ها اکثراً قبل از سفر پرزیدنت تاجیکستان به این منطقه‌ها گذرانده می‌شود. همکارم خیرامان بقازاده گزارشی نسته شیوریم در این باره را پیشنهاد شما می‌کند. در جماعت نوگیلیم شهر اصفهان معرکه‌ای به اصطلاح خیریوی جریان دارد. شخصان اکثراً بزرگسال به قوطی مخصوص پول می‌پردازند. برخی کمتر و بعضی هم بیشتر. مقامات اصرار دارند که این تشبث اختیاری و خودجوش است. اما طوری در نوارها دیده می شود ساکنان پس از انجام کاری خیر به نزد میز رفته خود را نامنویس می کند. منصبداران چنین معرکه خیریه را در گوشه های شهر اصفهان از جمله جماعت چارکو برگزار کردند. ما آمدیم از شهر مسکو. من رئیسی نو شوشی کارشون کرد برای آبادانی شهر همه باید لیست گذار بوده. به نظر می رسد فکری برگزاری معرکه های خیریوی که با تقدیم ماشین و تجهیزات برای خدمات کمونالی شروع شد به اجرا کننده وظیفه رئیس شهر شریف جان جورزاده تعلق دارد. او ماه ینور امسال به این وظیفه تعیین شد. صاحبکار موفق با درست انجام کشف تکنیکی برای مسیر دولتی آبادانی تقدیم گردیده بود. خود صاحبکار در صحبت با بلاگران اصرار ورزیده است که کسی او را برای شرکت در معرکه خیریوی مجبور نکرده است. اما تعدادی از مردم به این گفته‌های صاحبکار با شبهه می‌نگرند. در شبکه‌های اجتماعی اکثریت به اختیاری بودن یاری‌ها باور ندارند. سلیم سلطانزاده فعال مخالفان تاجیک در اروپا نقل کرد که از کدام راه مردم را در تاجیکستان برای شرکت در چنین کارهای خیر مجبور می‌کنند. به رئیس محله ها امر می دهند که پول جمع کنند. اون ناچار خانه به خانه می رود که پول جمع کنند. ساکنان محله و بیناها هم مجبورند که پول جمع آورند، چون که یک روز کارشان به رئیس محله و یا بینا می افتد که سندی از او بگیرند. آنگونه که می دانیم در تاجیکستان رشوه‌خوری زیاد است و رئیس محله می تواند با او با هر بهانه سند ضروری را ندهد.
این فعال مخالفین به آن توجه کرده است که معرکه‌های خیریوی به روزهای سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به منطقه راست آمد. هدف اساسی سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به اصفهان در آستانه نوروز بود. برای همین مقامات قرار کردند که از مردم پول جمع بیارند. سفری رئیس جمهور به این یا آن شهر به پول نمی شود و برای بودجه محل وزنین می افتد. برای همین مقامات شهرگاه ها مجبور می شوند به مردم، صاحبکاران و تاجران مراجعت کنند که به آنها از نظر مالی کمک کنند. همچنین به مردم هم مراجعت می کنند که سهم خود را گذارند. آنها هر سبب را می آورند، اما هدف اساسی سفری رئیس جمهور است. پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که مقامات محلی برای تشکیل چاره‌بینی‌ها در آستانه سفری پرزیدنت از مردم پول جمع می‌آورند. مقامات شهر اصفهان به مردم درباره مبلغ‌های جمع شده و در کجا صرف کردن آن گزارش نمی‌دهند. نگرانی منتقدان حکومت از آن است که برگزاری معرکه‌های خیریوی در اصفهان می‌تواند به منصبداران منطقه‌های دیگر در تاجیکستان هم به اصطلاح سرایت کند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. وقتهای اخیر در روسیه و به ویژه در شهرهای بزرگ این کشور ساعتهای طولانی اینترنت موبیلی و موجهای رادیو بسته می شوند. در عین زمان مقامداران روسیه استفاده پیامرسانهای خارجی را محدود کرده استفاده پیامرسان ماکس را نمونه وطن دوستی می نامند. خبرنگاری ریترز در صحبت با ساکنان مسکو نظری آنها را در این باره پرسان شد و کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. کرمل با هر راه و واسطه می‌خواهد که مردم روسیه را به پیامرسان یا مسنجر ماکس زیر حمایه دولت آبو نکند، اما بسیاری ها نمی‌خواهند از آن استفاده برند و اصرار می‌ورزند که کار ماکس کمبودی زیاد دارد. وقتهای آخر روسیه با هر بهانه اینترنت موبیلی خدمات پیامرسان‌های خارجی و VPN یا فیلتر شکن‌ها را متوقف کرده کاربران را به استفاده از ماکس تشویق می‌کند. آن همچون پیامرسان ملی توصیف می شود. ماکس مالکیت شرکتی می باشد که صاحب آن پسر یکی از یاوران پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است. ایرینا ماتوییوا نوازنده یکی از طربخانه‌های مسکو میگوید پیامرسان ماکس را در تلفنش نصب کرده است تا با شاگردانش در تماس باشد. به غیر از هنرنمایی در اینجا من در یک استودیوی خصوصی هم به شاگردانم درس میدهم و باید با آنها قریب که شبانه روزی در تماس باشم. بعضا نواری لازم است، بعضا مصلحت دادن ضرور می شود. از زمانی که تلگرام را بستند این مشکلی بزرگ شده است. هنرمند دیگر این گروه ناتالیا ترخووا میگوید مقامات با بهانه‌های امنیتی اینترنت موبیلی و موجها را دست نارس میکنند. مقامات در مرکز شهر موجهای رادیو را منجمد می کنند. ما هنرمندان از موج رادیو استفاده می بریم. رادیو، میکروفون ها، پیوست ساکسافون یا مثلا همین گیتار با واسطه موج است تا ما توانیم آزادانه در صحنه حرکت کنیم. وقتی موج بسته می شود باید به موج دیگر گذارید و یا اسباب هنری از کار می ماند. به قول این هنرمند مقامداران پیش از تشویق ماکس میبایست تمام کمبودهای این پیامرسان را از بین میبردند و افزود که توسط ماکس فرستادن و قبول کردن نوار و عکس آسان نیست. منصبداران روس پیامرسان‌های خارجی را وسیله خدمات جاسوسی کشورهای خارجی دانسته استفاده از شبکه‌های اجتماعی را با مانند واتساپ و تلگرام محدود کردند. فعالان مخالفین تأکید می‌کنند که خدمات امنیتی با پیامرسان ماکس دسترسی داشته هوش مصنوعی با قرائت اطلاع خصوصی روی خط تهدیدهای احتمالی امنیتی و دیگر اندیشان را ترتیب می‌دهد. بعضی دپوتات ها طلب دارند که هر یک نفر پیامرسان ماکس نصب کند. اگر ماکس نصب نکرده است پس او دشمن مردم است. میخواهم سوالی را مطرح کنم که چرا انسان حتما این کار را اجرا کند؟ شاید نمیخواهد. مردم روس عنعنه طولانی مقاومت پنهانی به سنزوره دولت را داشتند. دوستان مهربان، با همین گزارش نشر نوبتی اخبار آزادی را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. چون همیشه خبر و گزارش های بیشتر را هر وقتی که خواستید در وبسایت azadi.org میتوانید پیدا کنید و همچنین صفحه های ما در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک و کانال آزادی ویدیو در همین یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. اگر شما هم شاهد حادثه شدید لطفاً ما را در جریان گذارید. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.